زنانی که از یاریهای سازمان گلرخسار استفاده کردند میگویند شاید در هیچ دوره دیگر اینقدر سخت به چنین کمک محتاج نبودند. همهگیری کرونا ویروس، بیکاری، کرانتین، محدودیت‌ها، بالاروی نرخ و نوا، عصبانیت، همه این فضا را در عائله‌های آسیب‌پذیر ناگوار کرد و سبب جنجال و خشونت گردید. به شمارش این سازمان که به زنان آسیب دیده و بی سرپناه مانده یاری‌های طبی و روانی می‌رساند و پناهگاه موقتی می‌دهد، امسال مراجعت به آن نظر به سال گذشته 500 عدد بیشتر بود. آنها نیز بر اینند که پهن شدن بیماری وضع را بدتر کرد. اهل اویله پیش که همه مردها به کور می رفتن یا اینکه زنها با کور آواره بودن، آنقدر از حال و احوال یکدیگر بیخبر بودن. وقتی که در اویله سرجم همه نشستن، مناقشه های اویلوی زیاد شد. وقتی زنان هدفی لطوکوف قرار میگیرند یا حتی از خانه رانده میشوند، سازمان گلرخسار به آنها برای 2 هفته جای زیست امن میدهد. برای طبابت، دلبرداری و حمایت آنها این سازمان روانشناسان، طبیبان و حقوقشناسان را جلب میکند. حالتی بود که زن تمپراتورش بلند می شود و شوهرش از خانه پیش میکند، میگوید که تو کسل آوردی. زنی بیچاره نمیداند کجا مراجعت کند. با کودکایش به ما مراجعت کردند. همون وقت ما یکم حالت یاری رساندیم. این کارمندان تیب رو تکلیف کردیم و دخترک رو به больнице جایگیر کردیم. وقتی که انالیز میسپرد، انالیزش وای میبرد منفی یا مثبت؟ نه، она не болела, да, ковид بده. سانی همون وقت متخصصان مرکز ما با شوهرش صحبت میگذارند و میفهمانند که میفهمانند که دختره کسل نیست، زنی وای سانی زیکت گرام رفت یادم مانده هست. یاری های این سازمان رایگان و مخفی صورت می گیرد و نام و نسب زنان به رضایت آنها آشکار کرده نمی شود. تلاش می شود که این کمک ها بر ضرر خانواده ها تمام نشوند. اساساً که اینجا مرکز به همه کورس های پسیخولوژی رو گذاشته هستن، حرکت میکنیم که روی کمپرومیس که مثلا وقتی که مرد می ایستاد ما نمیمونیم مرد راست ایستادن به البته وی شنانیده و یا باوریش به که هزارم فعلش که بیادن در یکون چای داده گیرید چای خورید اول سانی صحبت میگفت اول آروم که سانی ما صحبت ما ادامه میدیم برای اون که ما این چه راههای برای هر یک مشورتی میفهمیم که اگر خودی سانی ما آوازمای بلند نمیکنیم. این در حالی است که سازمان گلرخسار تا بهار امسال با مشکلات مالی روبرو گشته، بیمی آن جای داشت که بسته می شود. غلبه آن در یک آزمون بین المللی امکان داد که از سرمایه های وزارت کارهای خارجی آمریکا برخوردار شود. سال جاری مرکز به 2030 زن مدد رساند. آن در سال 1996 تأسیس یافته، سال 2005 پناهگاه خود را برای زنان خشونت دیده باز نمود، ولی تا حال بنای خصوصی خود را ندارد. من میخواهم که مرکز زنان گلرخسار بنای خودش داشته باشد که аренда نسپرد یا اینکه زن به واسطه مدتی نه تنها 14 روزی بلکه میتواند بسیارتر اینجا استاد. حالا کارمندان مرکز گلرخسار در خوجند همراه با سازمان‌های دیگر معرکه تشویقات ضد خشونت خانوادگی را تحت عنوان 16 روز علیه زورآوری جنبست می‌کنند. کارمندان مرکز گلرخسار با آینده خوشبینند و میگویند تجربه بیش از 25 ساله به آنها از سختی و مشکلی‌ها نهراسیدن را آموخته است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.